سید اکرم رجب‌علی‌زاده یکی از گمانبران حمله به کروک و سیتیخول که هنگام بازداشت یک گوشش رو بریدند از شهر وحدت بوده است. این جوان 30 سال دارد و به گفته همسرش بیبی سارا اشورова در اول ماه ینور امسال به روسیه رفته. در تقریبا 3 ماه اخیر یگان بار نه زنگ زد، نه سراغ کرد و نه پول فرستاد. میگویند یک دفعه به برادر کلونیش زنگ زده گفته صحت و سلامت است، جای کارش موج ندارد، وقتی جای درست رو یافت زنگ میزند. ما فرزند داشتیم، سال گذشته وفات کرده بود. نقل کرد او روز 26 مارت به خبرنگار رادیوی آزادی. این در حالی است که منابع امنیتی ترکیه به نشریه هویت این کشور گفتند سید اکرم رجب‌علی‌زاده 5 ینور امسال وارد استانبول شد و 2 مارت یکجا با فریدون شمس‌الدین گمانبر دیگری حمله به کروک سیتی به روسیه رفت. فریدون شمس‌الدین هنگام بازپرسی روز 23 مارت تصدیق کرد که از ترکیه به روسیه گذشت، ولی سبب آن را عبور سرحد و تمدید مهلت بود و باش نامید. این هم معلوم نیست که آیا آنها در ترکیه با کسی ملاقات کردند یا نه. هرچند مقامات ترکیه گفتند گمان میکنند که بود و باش این افراد در کشورشان سبب گرایش آنها بدوی شده باشد. مقامات تاجیکستان تا هنوز به این قضیه روشنی نانداختند. خبرنگار رادیوی آزادی بار اول روز 25 مارت به خانه سید اکرم رجب‌علی‌زاده به شهر وحدت رفتند. آن زمان در خانه کسی نبود. پس از حمله به مرکز کروک و سیتیخول مقامات قدرتی مادر، برادر، همسر و 2 اکای سید اکرم رجب‌علی‌زاده را به دوشنبه برده تنها بعد بازپرسی رها کردند. پدرش سال 2006 وفات کرده است. ما را به مقامات قدرتی شهر وحدت و سپس شهر دوشنبه بردند و پرسیدند. گفت بیبی سارا اشورova همسر سید اکرم رجب‌علی‌زاده روز 26 مارت سید اکرم رجب‌علی‌زاده تا زمان به روسیه رفتن در کارخانه میبل سازی در شهر وحدت کار میکرد. همسرش میگوید او کوشش داشت که یک ماشین اوپل خریده در همین جا بماند و کارش را ادامه دهد. همجگان و نزدیکانشان گفتند رجب‌علی‌زاده نماز میخواند اما در یگان جا تعلیم دینی نگرفته بود. بیبی سارا اشورova میگوید مکتب میانه را تا صنف 9 خوانده است، دیگر در یگان جا تحصیل نکرده بود. گاه نماز میخواند، گاه نمیخواند. در ماه دکبر سال 2017 اویله‌دار شده. سال 2018 به روسیه رفت. 10 ماه در آنجا ایستاد. آخر سال 2018 او را از روسیه راندند و او به تاجیکستان برگشت و دیگر نتوانست 5 سال به روسیه برگردد. میگوید همسرش رجب‌علی‌زاده 30 ساله را روز 24 مارت با قرار دادگاه نویه بسمانی شهر مسکو برای 2 ماه به حبس گرفتند. پیش از این در شبکه‌های نزدیک به مقامات قدرتی روسیه نوار شکنجه او پخش شد. در ویدیو دیده می شود که گوش این شهروند تاجیکستان را بریده به دهانش گذاشته مجبور کردند که آن را فرو برد. ما از بازداشت او درک نداشتیم. روز یکشنبه مقامات این خبر را به ما رسانیدند. این پسته و نباشد. شوهر من از کجا به آنجا می رود؟ شوهر من مرغ کشتن نمی تواند. اگر یگان گناه می کرد می دیدم. ما 7 سال زندگی یک جای داریم، گفت بیبی سارا اشورova. سید اکرم رجب‌علی‌زاده دلیرجا میرزای، فریدون شمس‌الدین و محمد صابر فیضوف را روز 24 مارت به حمله تروریستی در نزدیکی مسکو متهم کردند. حمله شام 22 مارت صورت گرفت. دادگاه نویه بسمان روز 25 مارت نام 3 نفر دیگر را در پیوند به حادثه کروک و سیتیخول اعلام کرد. از آنها امینجان اسماعیلوف، دلاور اسماعیلوف و اسرائیل اسماعیلوف نام بردند. روز 26 مارت در دادگاه بسمانی مسکو علیشیر قاسموف را از قرقیزستان نیز با اتهام دست داشتن در حمله تروریستی به حبس گرفتند.